عین زمان خوجگی‌های دهقانی شهر حصار با جمع‌آوری حاصل پخته مشغول بوده، جهت بی‌تلف و سریع جمع‌آوری نمودن این نوع اشیاء خام صنعتی تدبیرهای ضروری می‌اندیشند. از جمله کشاورزان خوجگی دهقانی 50 سالگی اکتبر از 237 گکتار زمینی در اختیار داشتهشان امسال در میدان 64 گکتار پخته کش نمودند. با رعایت کارکرد اگروتکنیکی و غذادهی سریع این نوع زراعت تکنیکی ثمره نیک به بار آورده است که حالا معرکه جمع‌آوری حاصل آن ادامه دارد. طبق اطلاع مسئولین امسال خوجگی دهقانی باید 198 تانه پخته جمع‌آوری نماید. از این شماره تا امروز نزدیک 50% آن اجرا گردیده است. برای غنوچین حاصل طلای سفید بیشتر زنان و مادران سهمگذاری می‌نمایند. طور از صحبت با زن‌های پخته‌چین برمی‌آید هر کدام از صحرای پربار همروزه تا 100 کیلوگرم پخته جمع‌آوری نموده به خوجگیدار می‌سپارند و سری وقت مزد مهنت خود را می‌گیرند که به هر 1 کیلوگرم پخته جمع‌آوری شده 1 سامانی پرداخت کرده می‌شود. همزمان به چینکچیان یک وقت خوراکی گرم داده شده برای رفت و آمد آنها به صحرا از طرف خوجگیدار نقلیات نیز جدا کرده شده است. چندین سال شد که ما در همین پخته کار میکنیم، در کلخاز سلخوزا یاردم میریم. از سین یا جوانی من تا حاضر پخته میچینیم در صحرا در همین جاها. با در این چند سال در اینجا کار میکنیم، پخته رو میچینیم، میسپاریم. ما دهقانا را مهنت دهقانا را در زمین میگذاریم. ما میخوایم که همین یک پخته که در همینجا هست چینده به دولت سپاریم. ما شامونو میگیریم در وقت ساعتش. خوراک نصف روزی میتین، خوراک سحرگاهی میتین. در از خودی ما 55-60 کیلو میچینیم. با هسته 70-80-100 کیلو چینیم یا شاخ یک. 3 سال میخوای به جای رفته یک. اینا خوردیم تا حاضر پخته میچینیم. جهت ترغیب انعنه‌های نیاگان و بالیده خاطری کشاورزان از جانب شعبه فرهنگ، شعبه کار با زنان و عائله شهری حصار هنگام خوراک نصف روزی برنامه فرهنگی در صحرا پیشنهاد کرده شد. همزمان از جانب زنان و دختران هنرمند خوراک‌های ملی تاجیکی آش بریده، توپکشک، شکراب، قروتاب، محصولات نانی از قبیل کلچه و چپاتی آماده کرده شد. در برابر این با بانوان و زنان پخته‌چین دایر به محتوای قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطن دوستی شهروندان، درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، مسئله‌های پیشگیری عامل‌های نامطلوب افراطگرایی، تقلید فرهنگ بیگانه، بلند برداشتن حس وطن دوستی شهروندان، تشکل خودشناسی و خودآگاهی فرزندان، ارجگذاری به مقدسات ملی، حفظ ارزش‌های فرهنگی نیاگان، ترغیب طرز حیات سالم و پیشگیری جداشوی عائله‌های جوان صحبت دایر کرده شد. در اساس دستگیری‌های سودمند همه طرفه راهبر دولت پرزیدنت کشورمان محترم جناب عالی یک قطار چاره‌بینی‌ها در کلخازهای یعنی سوخازهای کلانترین شهر حصار برگزار گشته ایستاده است. امروز ما در چاره‌بینی مذکور جهت بلند برداشتن مقام زن دستگیری زنان پخته‌چین زن ما یک چاره‌بینی معرفتی فرهنگی برگزار کرده. در آن رفت پخته‌چینی زنها و رفت پختن طعام‌های ملی از جانب بانوان و به معرض تماشا گذاشتن هنرهای مردمی پیشنهاد کرده شده ایستاده است. تصمیم گرفته شد که این اقدام در دیگر خوجگی‌های کشاورزی شهر نیز ادامه داده می شود تا سهم بانوان در جمع‌آوری حاصل طلای سفید بیشتر گردد. باید گفت که پخته یکی از محصولات کشاورزی می باشد که طلبات به آن خیلی زیاد است. با دستور سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای پوره کارکرد و تا محصولات نهایی رسانیدن پخته در کشور ده‌ها کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی فعالیت می‌نمایند که به استحصال محصولات تیار از پخته مشغول هستند.